آیا وفات نغمه هنرمند مشهور و محبوب کشور حقیقت داشته است؟ نغمه هنرمند مشهور افغان در کدام کشور زندگی می کند؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی نغمه کاملا به دور از تصور. نغمه ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نمی پردازد؟ دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی چی بوده است و گریه های شفیق مرید برای خشوعش؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدن این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، مطرح و سرشناس در میان هنرمندان افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. این هنرمند بی‌بدیل و ناماشنای افغان به کارهای هنر موسیقیش از سن نوجوانیش پرداخت، توانست در مدت خیلی کوتاه شهرت و محبوبیت خاصه در میان مردم افغانستان برای خودش کسب کند. نغمه از جمله هنرمندان تاریخ سازی است که همواره آهنگ‌ها و کارهای هنر موسیقیش در میان مردم افغانستان ادامه داشته است. این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان از همسر اولش جدا شد و دارای 5 فرزند می باشد. یکی از دختران نغمه همسر شفیق مرید بوده است. نغمه بار دیگر در کشور امریکا ازدواج کرد اما فرزندی ندارد. مدت 1 سال می شود نغمه کاملا از راه هنر موسیقی به دور است. دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی تا کنون به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست، اما این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان تازه تصاویرش در صفحات مجازی نشر شده است که وفات کرده است. این خبرها کاملا دروغ و شایعات صفحات مجازی است. من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای بانو نغمه با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر دوست دارید این ویدیو را با دوستداران و طرفداران نغمه به اشتراک بگذارید. برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.